روزی قیامت. کدام وقت فرا رسیدن این روز را بجز خداوند کسی نمی‌داند. نشانه‌های قیامت را به دو قسم جدا می‌کنند: نشانه‌های خرد و بزرگ. از نشانه‌های خرد آغاز می‌کنیم. شماره 1: مرگ حضرت محمد و خلفای راشدین. شماره 2: سر زدن جنگ جمل. شماره 3: نوشیدن شراب. شماره 4: خصیصی کردن در زکات مال یا اینکه پوره ندادن زکات. شماره 5: در مسجد با صدای بلند سخن گفتن. شماره 6: خیانت کردن به امانت. شماره 7: به تخت نشستن آدمان پست. شماره 8: زیاد شدن حافظه ها در جامعه اسلامی. شماره 9: لعنت کردن اولاد قدیم. شماره 10: زنکلانی و رفتار بد با مادر. شماره 11: آشکار شدن و زیاد شدن فریب و نیرنگ. شماره 12: پوشیدن لباس‌های گلدار از جانب مردان. شماره 13: آشکار شدن پیامبران ساختکار. شماره 14: کشاده شدن مسجد الاقصی. شماره 15: حمله به مکه و برداشتن سنگ قمری از جایش. شماره 16: زنا در بین انسان‌ها. شماره 17: برهم دادن قانون پیشگیری از کارهای حرام و به جای آن زیاد کردن کارهای حرام. شماره 18: قانون شکنی از طرف جوانان و به کارهای غیر انسانی دست زدن آنها. شماره 19: از بین رفتن امر معروف. شماره 20: رفتار زنان بیرون از جامعه اسلامی. شماره 21: بدی کردن به خوبی. شماره 22: زیاد شدن پروبلم های دنیوی و کم شدن آرامی. شماره 23: زیاد شدن ظالمان و دروغگویان. شماره 24: برادرکشی در جامعه اسلامی. شماره 25: حیله کردن در ترازو. شماره 26: ثروتمند شدن فاسقان و درویگان. شماره 27: زیاد شدن پلیس های مخفی. شماره 28: پاره‌خوری از طرف حکومتیان. شماره 29: خوردن قسم زیاد با نام خدا. شماره 30: مانند شدن مردان به زنان و مانند شدن زنان به مردان. شماره 31: تطبیق نشدن حکم خداوند به جزای اعمال زنا و قتل و دزدی. شماره 32: خیانت کردن رئیسان به خلق. شماره 33: ظالم شدن کارمندان دولتی. شماره 34: گناه کردن قاری قرآن در شکل نمایان. شماره 35: غضبناک و خشمگین شدن کودکان. شماره 36: زیاد شدن مرگ به سبب. شماره 37: زیاد شدن طلاق. شماره 38: استفاده بودجه دولت در کارهای شخصی قدرتمندان. شماره 39: مثل شب سیاه به وجود آمدن تاریکی. شماره 40: راهگذران از پیش قبرستان می‌گذرند و به خود می‌گویند که ای کاش من در داخل چنین قبری زیبا می بودم. شماره 41:
کم شدن مسافران از سبب زیاد شدن نقلیات. شماره 42 برای سخن حق گفتن از کار پیش کردن کارگر. شماره 43 از بین رفتن کارهای اسلامی و روی آوردن به کارهای بیهوده و بی‌منفعت. شماره 44 دین اسلام تنها در روی زبان و قرآن میماند. همان طور که دیدیم این نشانه ها را هرگز نمیتوان انکار کرد، چون که همه این نشانه ها یک به یک به حقیقت پیوسته اند. خیلی منت داریم که این نوار را تا آخر تماشا کردید. اگر همین نوار 100 دانه لایک گیرد، ما قسم دوم این نوار یعنی نشانه های بزرگ قیامت را برایتان آماده می سازیم.